چه آمد بر سر اقوام و خویشان، که گردی جمعشان اینطور پریشان. چرا فامیل ها از هم جدایند، چرا مردم به این حد بی وفایند؟ چرا خواهر ز خواهر می گریزد، برادر با برادر می ستیزد؟ چرا دختر ز مادر ننگ دارد، پدر با بچه هایش جنگ دارد؟ چرا مهر و محبت کیمیا شد، رفاقت های دیرینه ریا شد؟ همه درگیر نوعی اضطرابند، چون نفرین گشته دائم در عذابند. به ظاهر خانه ها کاخ شاه است، درونش یک جهان اندوه و آه است. در و دیوار کاشی و سنگ است، ولی هر خانه یک میدان جنگ است. دگر از بذل و بخشش ها خبر نیست، ز انصاف و مروت ها خبر نیست. شده نایاب صفا و مهربانی، تعارف ها شده سرد و زبانی. بیا تا قدر هم دیگر بدانیم، غرور و کینه را از خود برانیم. بیا تا دست یک دیگر بگیریم، ضمانت نیست تا فردا بمانیم.